بازار سهام داره رکوردهای عجیبی رو جابجا میکنه. یک جهش 17 تریلیون دلاری و پشت همه اینها فقط یک اسمه، هوش مصنوعی. امروز میخوایم ببینیم این تب طلای دیجیتال دقیقاً داره با اقتصاد جهانی چیکار میکنه. خب، اول از همه بیاید یه نگاهی به خود بازار بندازیم. شاخصهای اصلی فقط دارن رشد نمی‌کنن، نه، دارن رکوردهایی رو میشکنن که سالها بود دست نخورده باقی مونده بودن. این عدد یعنی 6 ماه رشد بیوقفه برای شاخص S&P 500. برای اینکه بفهمید این چقدر مهمه، باید بگم که ما از سال 2021 تا حالا همچین روند صعودی پایداری نداشتیم. حالا اگه بریم سراغ قلب تپنده تکنولوژی، یعنی شاخص نزدک، داستان حتی از این هم جالبتر میشه. این شاخص طولانی ترین روند رشد ماهانه خودش رو توی 8 سال اخیر داره تجربه میکنه. این دیگه کاملاً بهمون نشون میده که موتور محرک اصلی کجاست. خب این رشد فوق‌العاده از کجا میاد؟ این همه خوشبینی توی بازار ریشش چیه؟ جوابش یک کلمه است، یک نیروی انقلابی که داره همه چیز رو زیر و رو میکنه، هوش مصنوعی. بذارید خیلی واضح بگم، اینجوری نیست که کل بازار یه رشد عمومی و گسترده داشته باشه. نه، این یه جور تبه، یه تب طلا که همه چیزش حول محور هوش مصنوعی میچرخه. یعنی تمام این خوشبینی فقط و فقط به خاطر باور و سرمایه‌گذاری‌های غول‌آسا توی همین یه حوزه است. برای اینکه ابعاد این تب طلا دستتون بیاد، فقط به این اعداد نگاه کنید. مایکروسافت فقط توی یه فصل 35 میلیارد دلار خرج کرده. آلفابت و متا هم به ترتیب 90 و 72 میلیارد دلار برای آینده نزدیک کنار گذاشتن. ببینید، این دیگه اسمش سرمایه‌گذاری نیست. این یه مسابقه تسلیحاتی به تمام معناست برای ساختن زیرساخت هوش مصنوعی. و این نقل قول از استراتژیست بانک آف امریکا دقیقاً دلیل این خرج‌های کلان رو توضیح میده. اونها به هوش مصنوعی به عنوان یه مد زودگذر نگاه نمی‌کنن. نه، از نظر اونها این روندیه که قراره برای یه دهه آینده شکل اقتصاد رو تعریف کنه. این یه شرطبندی خیلی بلند مدته. خب، ولی این میلیاردها دلار پول دقیقاً داره کجا میره؟ این سرمایه‌های عظیم چطوری از یه سری ایده انتزاعی روی کاغذ تبدیل میشن به ماشین‌ها و سرورها و زیرساخت‌های فیزیکی واقعی؟ با یه عدد نجومی طرفیم، بیشتر از 2 تریلیون دلار. هضم کردن این رقم واقعاً سخته. این همه پول قرار صرف ساختن چی بشه؟ این هزینه تخمینی ساختن یه زیرساخت کاملاً جدیده برای کل سیارمون. یعنی همون مراکز داده غول‌پیکر و پرمصرفی که قرار مغز هوش مصنوعی جهانی رو تشکیل بدن. ما اینجا از ساختن جاده و پل حرف نمیزنیم ها. صحبت از یه پروژه زیرساختی دیجیتاله. اونم در مقیاسی که تا حالا ندیدیم. و حالا یه آمار باور نکردنی دیگه که بهمون نشون میده هوش مصنوعی تا کجا نفوذ کرده. 90%. به نظرتون 90% چی؟ اینجاست که تأثیر هوش مصنوعی واقعاً ملموس میشه. توی شرکتی مثل گوددی 90% کدهای محصولات جدید رو دیگه انسان‌ها نمی‌نویسن، بلکه خود هوش مصنوعی تولیدشون میکنه. این یعنی یه جهش کوانتومی توی بهره‌وری و سرعت نوآوری. اما خب هر تب طلایی ریسک‌های خودش هم داره. آیا این یه رشد پایداره یا یه حباب خطرناک؟ بیایید یه نگاه دقیق‌تر به آسیب‌پذیری‌ها و اثرات جانبی این انفجار هوش مصنوعی بندازیم. یکی از بزرگترین ریسک‌ها چیزیه که بهش میگن عدم گستردگی بازار. یعنی چی؟ ببینید شاخص S&P 500 به لطف فقط چند تا غول فناوری تو اوجه. اما اگه بیایم و به همه شرکت‌های وزن مساوی بدیم، می‌بینیم که بدنه اصلی بازار در واقع عملکرد ضعیفی داره. این یعنی سلامت کل اقتصاد به موفقیت فقط چند تا شرکت محدود گره خورده. این مفهوم یعنی گستردگی بازار یه عامل خطر خیلی مهمه. مثل این میمونه که توی یه ارتش فقط چند تا ژنرال دارن پیشروی میکنن در حالی که بقیه سربازا عقب موندن. خب معلومه که کل ارتش آسیب‌پذیر میشه. جالبه که این تب طلای هوش مصنوعی یه سری اثرات جانبی غیرمنتظره هم داشته.
مثلا این آتش سیری ناپذیر مراکز داده برای برق فرصت‌های عظیمی توی بخش انرژی به وجود آورده. همزمان تغییرات توی زنجیره تامین جهانی به شکل خیلی عجیبی به نفع اقتصادهای آمریکای لاتین تموم شده. انگار موجای این اتفاق دارن به سواحلی میرسن که اصلاً انتظارشو نداشتیم. و همه اینها ما رو به یه سوال اساسی و واقعاً تریلیون دلاری میرسونه. این همه خرج و هزینه کی قراره به سود تبدیل بشه؟ این جمله از کاترین رونیورا که یه اقتصاددان ارشده کل ماجرا رو خلاصه میکنه. ما الان تو فاز هزینه کردنیم، سود بعدن میاد. این یعنی کل بازار داره بر اساس یه وعده کار میکنه. وعده سودآوری در آینده. تهش کل این داستان به یه چیز ختم میشه. ما الان داریم یه شرط بندی تریلیون دلاری روی آینده رو تماشا میکنیم. همه دارن بذر میکارن، اما هیچ کس دقیقاً نمیدونه که درخت سود کی قراره میوه بده. و این ما رو با یه سوال اساسی تنها میذاره. وقتی این خرج‌های سرسام‌آور تموم بشه و گرد و خاکا بخوابه، کیا برندگان نهایی این تب طلای دیجیتال میشن؟ این سوالیه که آینده اقتصاد جهانی رو مشخص میکنه.